سلام علیکم دوستان عزیز. من برای شما را کلچه پیتزا تیار میکنم. ویدیو ما را تا آخرش تماشا کنید. لایک و подписаться بجکن. با колокольчика پشیمون نمیشوید. خمیر ما همینو در کنم. شیر، روغن، نمک، drożdże, شکر ارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سر میکنیم. خمیر روی 1 ساعت دم میگیرم. گوشت ما فرش میکنیم برای کالباسه. یک تخمه یک پیاز اینجا با چیز تزک با مرچ نمک. این فرش ما تیار شد تا در دخوفکان ببینیم.
Dostlarınız biz yani bu kadar kılacağımın ta yoruşu. Merhamet.